درس ما دوامی همون درس رو میبریم، یعنی جدول ها رو ما وقتی که ترتیب دادیم اینها رو جو با جو میکنیم. خب چقدر که میبینید رنگی بالای جدول دیگر است و پایینتری اونها دیگر. اگر با ما تمام دیگر نمودی رنگ ها معقول باشد، از اینجا ما میتونیم که اینها رو انتخاب نماییم. خب چقدر که میبینید رنگ ها با دیگرگون، طرز های ساختن جدول ها و تمام دیگرگون میشود. از اینها شما دلخواهی آن را میتوانید که انتخاب نمایید. من خیلی پخش میکنیم سکونجا رو با ما نمودهای جدول ها پیشکش میگردد. اینقدر نمود جدول است، کدام از اینها با ما و شما معقول باشد. اینش تماما بیرنگ بوده است. خب چون این است من باشد داخل این جدول ها رو حرکت میکنم، تغییر دهم. اگر در اینجا باید میشید، باید باشد، یک وقت تغییر داده بودیم. ظریف کن. نه انا پیدا شد. برای که جدول ما رو من توانم طبق دلخواهی خود رنگ بار کنم، از ظریف که من استفاده میبرم. شما چیکار رو میکنید؟ انتخاب از خودی شما. انا این خیلی کنیم با بهتر میشود به فکری من. آخران دوتا این رو من تغییر میدهم. برای چی است؟ بعدا خب با شما گفتم میشود. انا این خیلی که باشد که به تغییر نیفتیم دوتای آخر. تمام. اکنون حرکت میکنم که از اینجا جدول های همون رو من زیاد تر کنم. زیادتر کردن میشده باشد. گپ در اینجا است. اینه مستوید از اینجا هست. مستوید سیموزون. باز یک بار دیگر مستوید سیموزون. در اینجا وابسته از همان کار دیپلمی که دارید، مثال میگیریم از چند بابو، از چند صحیفه و دیگر عبارت است، وابسته به همون. حاضرش همین قدر مونیم که چی میشود. به اینجا آمده من گپ های اونها رو بگیرم. خب مندرجه بعد از اون میاد صحیفه. خب انا اکنون بعد از اینها میرود خب سرسخن. در همین اولی خب کامپیوتر من کم کم چسبانده ایستاده است. خب بعدا شما باز میتونید که تیپ دلخواهی که دارید استفاده برید. صحیفه 7 بود اگر خطا نکنم. خب این رو ما کلانتر میکنیم. جدولی که داریم از اینجا اومدم
با سببی اونه که یکی از چیزهای ما سرسخانی ما کمتر درستر آمد. اینجا ما میتونیم که کوتاه‌تر گیریم. ممکن توضیح میکنیم. نه جای خود را میگیرد. خب بعد از اون دویم بعد دویم میگریم که چیست در دویم. دویم علاقه با بیا نسخه میگیریم. از اینجا نامی با بیاک رو میگیریم. اگر خطا نکنم صفحه 8 در اینجا میگیریم. خب این خونه چرا کنیم تا اسم تر بیاریم. این رقم ها رو تازه تر میکنیم یا اینکه صفحه رو هم کمتر کوتاه تر میکنیم. نه این جای ها رو نیست پر میکنیم. خب بعد از اون میگذاریم به قسمت نوبتی. اینها رو که آوردیم یک یک. خب که باشد بلاک سخیمه ها این کمتر در اینجا جای نگرفته است. در یک خط با بیاک رو کمتر اسمتر آوریم. از قسمت بالا میبریم. نشه از این طرف. یکمون صفحه چند بود این رو ما میبینیم. صفحه 17 بعد از اون علاقه بابی دویم میوید. یک و دو نش هم میاریم. نش صفحه 24. خب خب بچه ها چقدر که میبینیم درس ما قریب که به انجام رسیده ایستاده است. تا درس دیگه با شما سپارش. همین هم که از چند بابی که از چند چیزی که عبارت است اینها را شما میگیرین جا با جا میکنین. در آخر خلاصه همین کبودایی که است در اینجا خلاصه و روی خط ادبیات ها را می نویسیم.
تا درس دیگر نصیب باشد من خودم هم اینا رو هم باشم می‌نویسم و از درس دیگر با قسمی نوبتی میگذاریم که یعنی درباره همون گذاشتن موادها و آرایش موادها با شما صحبت میکنیم. در این درس مثال وظیفه لغوی ما شود که همینها رو پر میکنید، جایهای خالی رو. سربلند و خانه آباد باشید تا درس های دیگر.